فوبیا. اسم من مجتباست. یه زمانی از کار کردم واسه اینو خیلی خسته شده بودم، چون هیچی آخر ما واسه خودم نمیموند. هر کاری هم بگید انجامش دادم. تو بازار کار کردم، کافه کار کردم، یا مدت تو کارهای ساختمونی بودم. واقعا هر کاری که فکرشو بکنید من انجام دادم. اونقدر این طرف و اون طرف دویدم و کار کردم که هنوز که سنی ندارم دیسکم یه آسیب جزئی دیده. شانس آوردم اون بار که اتفاق افتاد آسیبی که به کمرم وارد شد جزئی بود. از کارگری خلاصه خسته شده بودم. دیگه میخواستم آقای خودم باشم. حداقل یه کار کوچیکی را بندازم که کسی بالا سرم نباشه. ولی خب پولی در کار نبود اونقدر که بشه کاری باش را انداخت. ولی دیگه کاسه صبرم هم یه طرف دیگه لبریز شده بود. زیر دست کسی نمیخواستم باشم. همین موضوع هم باعث شد که با خودم یه قماری کنم. چرا یه کار کوچیک شروع نکنم؟ یه کار خورده فروشی، چیزی. ما که هیچ کس طرفمون نبود. اگه خودم نمی جنگیدم واسه زندگیم، کی به فکرم بود؟ جز مامانم. یه روز با چند تا رفیقام حرف می زدیم. می پرسیدم که با حداقل پول چه کارایی میشه کرد. یکی از بچه‌ها می گفت از این کافه سیارا بزن که پشت ماشینن. چرا اونو نمیزنی؟ اول که اینو گفت من کلی نه اومد تو سرم. کو ماشین، کو مجوز، کو فلان. همش نبود جوابم. ولی یکم حرف زدیم و بحث کردیم دیدم دم دستترین راه همینه. چند نفر رو مثال زد که اونا هم همین کارا رو کردن و تونستن. گفت تو هم که یه مدت کار کافه کردی خودت، تجربه داری. ولی خب کو پول؟ من ماشین نداشتم، وسایل و پول جور کردنش هم نداشتم. گفت پول زیادی نمیخواد، یکم فقط قرض بگیر از پدری مادری چیزی، بعدم پسشون میدی در میاد. گفتم جون مادرت راست میگی، بعدم تو گل گیر نکنم یه بدهی هم بیاد پس یقم. گفت نه، دل بدی به کار در میاد. یه دونه از این قراضه های دوست داشتنی از این کاروانا گرفتم با پولی که قرض کرده بودم و یه سری برچسب و چیز میزم چسبوندم بهش واسه دکور و خوشگلی. البته قبلش پیش یه صافکار نقاش که رفیق خودم بود برده بودم، یه ذره تر و تمیزش کرد. موند وسایل که حداقل ترین چیزای ممکنه از همون ساب کافه قبلی که کار میکردم پیشش آمار گرفتم و جمع جور کردم. خلاصه خدا اون اولش رو رسوند. البته بگم خدا واسه من اینجا مادرم بود که طلاهاشو واسه من فروخت. کارهای اولو که جمع کردم بعد اون دوندگی ها ماشینو پارک کرده بودم جلو خودم. یه روز نگاش میکردم که خب حالا این عروسک رو کجا ببرم؟ وسط شهر و میدونای شلوغ و اینجور جاها که نمیشد برم. خیلی ها مثل من بودن، میرفتم کنارشون قورت هم میدادن. مگه میشد اونجا وایستاد کار کرد کنار اینا؟ گفتم خدای چه کنم که به فکرم رسید چرا نرم تو جاده؟ هنوز خیلی جاست که ماشین زیاد میره و میاد و از این رستوران سر راهی هم خیلی فاصله داره باشون. چیزی که هر راننده خسته‌ای هم بخواد و من خب دارم، چای، قهوه، تنقلات. مجوز نداشتم من حقیقتا و میخواستمم نمیشد خیلی جا آفتابی بشم. توی شهر منظورمه. همونجور که گفتم قمار کرده بودم کلن با خودم و زندگیم و این شد که یهو گفتم برم جاده قدیم تهران قم، اونجا میتونم یه دشتی کنم. آشنا هم داشتم چند تایی که اگه کسی گیر داد و کارم گیر پیدا کرد سر همون مشکلاتی که گفتم کارم رو راه بندازه. حداقل خیالم از این بابت راحت بود، میتونستم یه کارایی کنم و جای پرت میتونستم برم. گفتم حالا آزمایشی اونجا برم ببینم چی پیش میاد. اولین شبی که قرار بود کارو شروع کنم یکم زودتر از خونه زدم بیرون. تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر اینا بود. رفتم پیش مادرم، سرشو گرفتم بغل و بوسیدم و گفتم ماما واسم دعا کن کارم بگیره. مادرم همونجا موند و برام صلوات میخوند و نظم میکرد واسم.
لباسامو برداشتم، راه افتادم تو جاده. اول مسیر همینجوری چشم به این ور اون ور بود. میگفتم اینجا خوبه، نه بذار برم جلوتر، اینجا دیگه خوبه، تا اینکه بالاخره یه جو چشمو گرفت و وایسادم. جای خوبی به نظر میرسید. گفتم احتمالاً اینجا جای خوبی باید باشه، چون فاصله داشت از این رستوران سر راهیا، اون اطراف نبود. گفتم خوبه دیگه، تو دیدم هستم. راننده کامیونا و تریلیا بخوان ردشن قشنگ منو میبینن تو شب. یه میز کوچولو و جمع جورم گرفته بودم که گذاشته بودم جلو ماشین و صندلیاش این تاشوها بود، اونا رو هم گذاشتم. همه چیزای لازمم راه انداختم اونجا و از این چراغ تزئینی هم زدم و همه چی آماده و مرتب بود. رو صندلی خودم نشستم و شروع کردم دعا کردن که خدایا کارمو راه بنداز، اینجا یکی بیاد یه قهوه‌ای، چایی، چیزی ازم بگیره، یه نفر بیاد لااقل من دلگرم بشم. همینم شد. همونجوری که نشسته بودم و تو گوشیم بودم، یه ماشین زد بغل. یه مرد ازش پیاده شد، همراه بچه‌ش و خانومش اومده بودن. آب و نوشابه و خرت و پرت میخواستن. منم سفارششون رو آماده کردم. خیلی خوشحال بودم. اولین پولی که یک کاری میاد دستت، ولو این که 1000 تومن باشه، خیلی بهت حال میده. اینا اگه تجربهش کرده باشی خوب میدونی چی میگم. نشستم و گفتم شکر خدا. بعد اون یه مدت دیگه گذشت، یه تریلی وایساد، بعد یه ماشین دیگه وایساد، همینجوری یکی یکی می اومدن تا که کم کم هوا تاریک شد. هوا که تاریک شد من اصلا فکر نمی کردم اینقدر اونجا تاریک بشه. اصلا به این موضوع دقت نکرده بودم که شب اینجا برسه، خب این اطراف چراغی نداره و دیگه چیزی اطرافم دیده نمیشه، فقط نور چراغ ماشینایی که از جاده رد می شدن و با این چراغ کوچیک تزئینی ها که اونجا آورده بودم. همه جا دیگه تاریک میشه، اونقدر تاریک که اگه به فاصله دور نگاه میکردی هیچ چی دیده نمیشد. ولی اونجا که انتخاب کرده بودم انصافا جای خوبی از آب در اومده بود. اون موقع خوب کار میکردم، مشتری ها رو راه مینداختم، خصوصا راننده کامیونا و راننده تریلیا و نیسانا. اکثرا یه چیزی میخواستن، یه چایی، قهوه، چیزی. میونه این مشتری ها یکی این راننده ها بود که باش دوست شدم. یه آقایی بود به اسم علی آقا. خیلی آدم گلی بود. از همون روز اول که اومد نشست کنارم و خیلی گرم حرف میزد و صحبت میکرد. خیلی شوخ طبع بود. به دلم نشست، چون آدم خوش مشربی بود. سن و سال دار بود. سال زیادی رو تو جاده گذرانده بود و تجربهش تو سفر و رانندگی خیلی بالا بود. انگار جایی نبود اصلا که این نرفته باشه. سیگارشو میکشید و خاطره میگفت از این ور و اون ور. منم سوال میپرسید، منم از زندگی میگفتم، من اینکه چقدر سگدو زدم همین ماشین و این تجهیزاتو بخوام جور کنم و این کار اینجا راه بندازم. اونم به عنوان بزرگتر نصیحتم میکرد که چی کار کنم و چی کار نکنم. سوار کامیونش میشد و میرفت. ولی یکی از حرفاش بود که وقتی با من زد مون تو سرم. البته این حرف همون دفعه اول نزد. بعد اینکه بیشتر با هم آشنا شد گفت مجتبی چرا حالا اینجا رو انتخاب کردی؟ اینجا چرا اومدی کار کنی؟ یعنی تو شهر به اون بزرگی هیچ جا نبود که بری؟ گفتم آقا من مشکل دارم، نمیتونم اصلا اونجا برم. همین که گله به گله کافه هستش تو شهر، هم از این ماشینا زیاد شده، مجوز کار ندارم. اینجا رو حالا یه زیر سیبیلی میتونم کارایی کنم. من گفتم شکر خدا اینجا هم که اومدم کارم خوب داره پیش میره. گفتم سر همین اینجا بمونم. علی آقا یه مدتی نگام کرد، گفت والا بچه با عرضه‌ای هم هستی، از ظاهرت معلومه که سر سفره درست هم بزرگ شدی. ببین آقا مجتبی، اینا رو خیرخواهی بهت میگم، شما این برادر کوچیک منی، ولی من جاد بودم حداقل این قسمت جاده رو انتخاب نمی‌کردم. حالا میگی چرا؟ بعدا خودت میفهمی. نباشی بهتره. گفتم چرا؟ گفت همون دیگه، قبلش بهت گفتم، میگی چرا؟ ولی نپرس، خودت میفهمی. بهتره واسط که اینجا نباشی. گفتم علی آقا من که از اول گفتم چرا اینجا رو انتخاب کردم. اینجا سر راهی رستورانی چیزی هم نداره که وسط حرفم گفت ببین یه سری چیزا اینجا دیدم که با عقلت جور در نمیاد. اگه واسه تعریف کنم چیا اینجا دیدم و واسه راننده های دیگه ای که تو دل بیابون گویقاد اینجا دیدن باور نمی کنی.
نمیخوام زیاد دربارش حرف بزنم، ولی چیزی که باید میگفتم و گفتم بهت. این حرفا که زد باز فکر کردم داره شوخی میکنه. همینجوری که داشتم نگاش میکردم و چشمو ریز کرده بودم زدم زیر خنده. گفتم از دست تو علی آقا. گفت میخندی؟ بعدم میفهمی. حالا والا فرق شوخی جدیش هم نمیفهمیدم. میگم خیلی آدم شوخی بود. خلاصه رفت و منم دوباره همونجا نشستم و به کارم ادامه دادم. ولی خدا وکیلی هوا که تاریک میشد حرفای علی آقا بدجور میومد تو سرم. جمله های آخرش بوی شوخی نمیداد. یکی از اون روزا از جاده هیچ کس رد نمیشد. شب تاریک فقط من اونجا نشسته بودم، صدای باد میشنیدم. هیچ کس هم نبود. بعضی وقتا هم صدای اون حیواناتی که اون اطراف بودن به گوشم میرسید. صدا زوزه و واق سگ و با خودم میگفتم این علی آقا چی دیده اینجا که به من میگه این مکان خوب نیست. نکنه دیده ماشین اینجا چپ کرده، گفته مثلا خوشیوم نیست. چه میدونم، به همه چی داشتم فکر میکردم دیگه. بعد با خودم گفتم من که الان اینجا نشستم کارمو دارم میکنم، این همه روزم گذشت چیزی نشد که نباید زیاد حساس بشم. شاید این بنده خدا یه چیزی زده توپ بوده، اومده شوخی کنه اینو گفته، نباید زیاد جدیش بگیرم. مثلا من چند روز نیست بیشتر با این حرف زدم، ولی دقیقا فرداش یه اتفاقی واسم افتاد که حرفای اون یارو رو تایید میکرد. علی آقا رو بهم میگفت من توی اون محدوده‌ای که فکر میکردم تنها نیستم. یه چیزایی منو زیر نظر دارن اونجا و منتظرن که فقط یه لحظه غافل بشم. این رو هم باید بهتون میگفتم که من صبح تا ظهر یه خورده کاری میکردم اون موقع که بدهیامو خرجشو در بیارم. برنامه‌م اینجوری بود که واسه شیفت دوم برم سر کار خودم. همون شب مورد نظر که بهتون گفتم رفتم اونجا، کارامو کردم تا رسید 12 شب. یکم احساس گرسنگی کردم اون موقع. من همیشه شاممو از خونه می آوردم، یعنی اون ساعت که میشد غذایی که از خونه آورده بودم و گرم می‌کردم و همون موقع می‌خوردم شاممو. اون شب مادرم کوکو برام گذاشته بود، غذای مورد علاقه‌ام. داشتم لقمه میگرفتم و با خودم حال میکردم و از این ورم گوشیمو نگاه میکردم و غذامو میخوردم. تو حال خوش خودم بودم. عاشق کوکو هم شد. واسه همین اصلا انگار تو این دنیا نبودم که یهو دیدم صدا قدم داره میاد، یکی داره میاد سمتم، ولی نه از سمت جاده، از سمت زمین بیابونی و تاریک اونجا. اولش نفهمیدم، چشامو تیز کردم دیدم چیزی نمیبینم اون اطراف، فقط تاریکی بود. گوشی رو برداشتم، چراغ قوه‌شو روشن کردم و انداختم. دیدم یه سگه داره میاد به سمت من، یه سگ سیاه گنده شبیه همین سگای وحشی بگیر، از همونو که بدون هشدار یا پوزه نشون دادن یا واق اضافی میان سمتت و بی‌عفتت میکنن. وقتی واسه اولین بار اونجا دیدم ترسیدم، با خودم گفتم نکنه این هاری چیزی داشته باشه. بلند شدم رفتم سمت ماشین، در ماشین رو وا کردم که اگه سگه خواست حمله کنه یا بیاد سر وقتم بپرم تو و سری در رو ببندم. وایساده بودم و نگاش میکردم. سگه کم کم نزدیک شد و نزدیکتر اومد. بعد همونجا نشست، پاشو یکم جمع کرد و به من خیره شد. وقتی این صحنه رو دیدم که انقدر مؤدب وایساده گفتم نه بگیر نیستین، آرومه، حتما نور اینجا و بوی غذا به مشامش خورده کشیده شده اینجا. ایوون خدا. یه مدت وایسادم و نگاش کردم، دیدم آزاری نداره، یه تیکه کوکو مورد علاقه‌مو کندم انداختم جلوش، دیدم نخورد. گفتم ای پدر سگ، همین یه تیکه‌ای که واسات انداختم حکم نیم سکه رو داشت واسه من. کوکو دوست نداری نمیخوری، چی میخوری پس تو اینجا؟ بعد کم کم قدم به قدم به سمت صندلی رفتم که بشینم، دیدم نمیگیره دیگه، کاری هم نداره با من. دوباره برگشتم نگاه سگه کردم، گفتم نکنه یه دفعه بیاد نگیرتم وسط خیابون، ولی هیچ حرکتی نکرد. این بار که نگاش کردم دیدم همون تیکه کوکویی که واسش انداخته بودم و خورده. منم یه لقمه دیگه برداشتم خوردم و یه تیکه دیگه باز انداختم واسش. این بارم اول خورد. یه چیزی که عجیب بود این بود که اصلاً مثل سگ و حیوانات وحشی با عجله غذا نمیخورد. یه کم دیگه نونم واسم مونده بود که اونا رو ریختم جلوش، آروم آروم و لقمه لقمه انگار غذا میخورد.
فرض کنید یکم غذاشو میخورد، دوباره به من نگاه میکرد و باز دوباره غذا رو که قورت میداد یکم دیگه غذاش میخورد. رفتارش شبیه یه سگی بود که انگار زیر دست کسی بزرگ شده، تربیت شده است. اصلا ندیده بودم سگ اونجوری غذا بخوره. منم دوباره گوشی به دست شدم و ظرف غذامو گذاشتم جلوم و با خیال راحت داشتم غذا میخوردم تا وقتی که صدا تریلی بازد دور شنیدم. اومد زد کنار که متوجه شدم علی آقاست. با خودم گفتم خوبه بازین اومد، یه 2 کلام حرف میزنیم باش. پکیدیم تو این تنهایی. تا رسید حال احوال کرد، ولی سگه تا علی آقا رو دید نه اصلا بلند شد، نه تکونی خورد، نه اصلا به طرف اون رفت. هیچ واکنش دیگه نشون نداد. فقط نشسته بودم اونجا. به نظرم اومد که این علی آقا این سگه رو دیده دیگه. ولی اومد نشست و پشتشو کرد به این سگه. یکم با من حرف زد، چاییشو خورد، سیگارش هم کشید و یکم که گذشت پاشد دوباره رفت سوار ماشینش شد. همون یه تیکه غذایی که به سگ داده بودم همانا و نشستن اون تا صبح همانا. داشتم عکسای گذشته رو میدیدم، یاد دایی خدا بیامرزم افتادم. گفتم بذار یه فاتحه براش بخونم. همون موقع با یه صدای زمزمه واری شروع کردم فاتحه خوندم واسه داییم که احساس کردم وقتی من دارم زیر لب قرآن میخونم و فاتحه میخونم سگ انگار داره دور میشه از من. گفتم این چرا داره دور میشه؟ بعد باز با خودم گفتم حتما این شبا میاد اینجا، صبح میره گشتی میزنه یا میره دنبال شکاری چیزی. درسته بازم جدی نگرفتم، ولی سگ اصلا حیوان عادی نبود. میدونم عجیبه، ولی اون سگ که پیش من اومده بود در واقع یه جن بود که به شکل یه سگ ظاهر شده بود تو اون بیابون و اون شب پیش من اومده بود تا صبح مونده بود. از اینجا به بعد براتون میگم چه اتفاقایی افتاد که کم کم من متوجه شدم. با عقل خودم جور در نمی اومد. حتی الان که راجبش فکر میکنم گاهی اوقات با خودم میگم واقعا من بودم اینا رو تجربه کردم، چجوری نمردم و زعلم نرفتش اینا رو دیدم. اصلا امکان نداشت من اینقدر با دل و جرأت باشم. بعد یه دوره خیلی مشتریام کم شد. مدت طولانی اونجا میشستم مگس میپروندم، اصلا خبری نبود. پا میشدم، قدم میزدم، اون مسیر رو بالا پایی میکردم. از بیکاری نمیدونستم چی کار کنم. نمیدونم چرا اینجوری شده بود. هیچ کس نمیومد. ماشینا همه رد میشدن، یه نیش ترمز نمیزدن لاغر بگیم دودل شدن یه چایی بگیرن از من. علی آقا هم دیگه نمیدیدمش، ازش خبری نبود. کم کم داشتم به شک میافتادم. میگفتم یعنی چی آخه؟ من تو همین چند وقت پیش خیلی خوب داشتم کار میکردم اینجا. اوضاع احوالمون خیلی رونق داشت. 5-6 تا ماشینم شده بود که با هم دیگه وایسن. چی شد یهو؟ بعدم گفتم کار آزاد اینا رو هم داره دیگه مجتبی، باید صبر کنی. ولی این وضعیت هر شب داشت تکرار میشد. هر شب که اونجا میرفتم همین اتفاق واسم میافتاد. و یه چیز دیگه هم همینجوری تکرار میشد، اونم همون سگ بود. سگ رأس 12 شب انگار تایمر داشت. عین ساعت کوکی میومد بیرون اونجا میشست، جلو من در میومد. منم اون موقع یا داشتم شام میخوردم یا تو گوشیم بودم که میدیدم این سر میرسه. میرفت همونجا همیشگیش میشست و منو نگاه میکرد. منم این شده بود رفیقم دیگه. از خونه واسش غذا میبردم. ولی جز این که سرم خلوت شده بود و مشتری نبود، این سگه هم عوض شده بود. نگاش یه جوری شده بود، میترسون منو، معذبم میکرد. همینطوری ادامه داشت تا اینکه رسیدم به یه شبی که قرار بود واقعاً قبلمو گم کنم از ترس. نمیدونم چه جوری بگم از اون شب. هیچ وقت ترس نشده بود که موهای سر و گردنم اونجوری سیخ سیخ بشن. هنوز خوب یادمه. ساعت 12 شب بود. اون سگم مثل همیشه اومدم اونجا همیشگیش وایساد. غذاشو واسش گذاشتم توی ظرف. بعد طبق معمول بلند شدم تا یه ظرف آبم واسش بیارم از داخل ماشین. من همیشه یه صفحه آلومینیومی گذاشته بودم کنار دستگاه قهوه ساز که این انعکاس پشت سرمو نشون میداد. یه چیزی گذاشته بودم نه مثل آینه تابلو باشه، همین یه چیزی باشه که وقتی دارم کار میکنم پشت سرمو ببینم اگه مشتری چیزی اومد. حالا یه جورم اونو گذاشته بودم انگار صف میکشم واسه ما. ولی خلاصه اینو گذاشته بودم حواسم باشه و اینطور بود که اگه کسی اونجا بیاد
تصویرشو توی اون تخته که آلومینیوم کشیده بودم روش میافتاد و من میفهمیدم. خلاصه من اومدم واسه این آب بریزم تو ظرفش که نگام افتاد اون تو، که همون موقع بود که تمام موهای تنم سیخ شد. تو انعکاس اون تصویری که تو اون تخته افتاده بود، همون سگه رو میدیدم که رو 2 پای عقبش وایساده، قدش دراز شده و وایساده انگار. سردم شد، واقعا یخ کردم از وحشت. 2 پای جلویشو یه جوری بالا گرفته بود انگار دستاش فلجه یا بی‌حرکته. سرش هم بالا آورده بود و داشت به یه چیزی نگاه میکرد. این منظره بود که من دیدم. فکر کنی جاده اون موقع تاریک، من اینو دیدم اونجا. خیلی هم من دور نبود، درست پشت سرم وایساده بود و به من داشت نگاه میکرد. ظرف و سریع گذاشتم و برگشتم پشت سرم ببینم چی دارم میبینم. ولی وقتی پشت سرم رو نگاه کردم دیدم سگ همون جایی که قبلا نشسته بود نشسته. نگار اصلا اتفاقی نیفتاده باشه، همونجا نشسته بود. غذاش جلو بود، همون نگاه همیشگیشو به من داشت. هیچی تغییر نکرده بود. قلبم انقدر بد داشت میزد که بدنم میلرزید. گفتم باید نفس بکشم. نفس بکش بابا، هم نفس بکش هم خجالت بکش. مرد گنده چی اینجوری ترسیدی آخه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هم میخواستم به خودم دلداری بدم، هم به خودم تشر میزدم. میگفتم فقط فکر و خیاله، کسادی بازار داره خولم میکنه اینجا. شایدم خستگی این یه هفته است که هیچ کاری نکردم. ذهنم خیلی درگیر حتما. هی رفتم اون تخت آلومینیوم رو دوباره نگاه کردم، دوباره نگاش کردم. چشامو تار میکردم، کج و معوج میکردم، گردنمو کج میکردم ببینم چیزی میتونم شبیه اون چیزی که دفعه قبل دیده بودم و دوباره ببینم. آخه این چه تصویری بود اون موقع من دیده بودم؟ دنبال یه توجیه بودم ولی نمیشد آخه. دوباره داشت تو دلم از ترس خالی میشد که دیدم یه تریلی داره میاد و ظاهرا انگار میخواد بزنه بغل. گفتم خدای شکرت، یعنی این دزدم اگه باشه هر چی برد حلالش. فقط یکی رو ببینم من الان. دیدم تریلی علی آقاست. گفتم خدا رحم کرد این اومد، الان حال و هوام عوض میشه با حرف بزنم. علی آقا اومد با یه لنگی که رو شونش بود و داشت با عرق پیشونیشو پاک میکرد. گفت نخسته جوان. به صورتم نگاه کرد، متوجه شد که رنگ و روم پریده و اصلا حال و روز معمولی ندارم. انگار اتفاقی واسم افتاده بود. من پرسید چیه؟ چیزی شده؟ چرا اینطوری؟ گفتم نه چیزی نیست، فقط یه مقدار خستم. هوا هم انقدر گرمه حالم خراب شده. اصلا نمیخواستم چیزی براش تعریف کنم، چون واقعا اگه به اون میگفتم وایستاده بودم و توی این تصویر این آلومینیومه دیدم یه سگ رو 2 پاش وایستاده دستشو بالا گرفته، تا عمر داشتش دیگه سوجم میکرد. یه طرفم شاید بول میگرفت، همون حرف قبلش رو تکرار میکرد و میگفت من که گفتم نمون اینجا. این صحبت‌ها خلاصه. من همون لحظه اصلا آمادگی شنیدن چنین حرفایی نداشتم. خلاصه نشستیم و شروع کردیم به صحبت کردن. بهش گفتم علی آقا کجا بودی؟ پیدات نبودی مدت. بابا حالا نمیخواد چایی قهوه بگیری، اما رد شدی یه بوق بزن بدونی مالت خوبه با وفا. گفت نه مسیرم نمیخورد. این بار اومدم خوابالو هم بودم یه ذره. گفتم یه دونه از اون قهوه خوبات بدی حالمون جا بیاد. گفتم خوش اومدی، خدا قوت. بعد رفتم سمت دستگاه تا قهوه رو براش آماده کنم. دیدم روی همون صندلی نشسته و درست کنارش همون سگ سر جاش انو. اینو که نگاه کردم دوباره با خودم فکر کردم. گفتم چطور ممکنه این علی آقا هر بار میاد اینجا این سگ رو میبینه نشسته، هیچ وقت حالا دربارش هم من چیزی نپرسیده یا اصلا نرفته سمتش، نگاش هم نکرده. ماشاءالله کم هم فضول نبود آخه. تا همون چند باری که من دیده بود فقط یه اسم نوامیس مونده بود اما نپرسیده باشه. ولی این هیچی تا حالا راجع به این سگ هم من نپرسیده بود. سگ هم آخه هیچ وقت طالبش نزدیک نشده بود. همینجوری که داشتم قهوه رو آماده میکردم ذهنم درگیر این موضوع بود. قهوه که آماده شد برداشتم گذاشتم رو میز جلوش. بعد نشستم صندلی کنارش که باش صحبت کنم. یهو خودش گفت مجتبی میخوام ازت یه سوالی بپرسم.
تا حالا شده اینجا واسط اتفاقی بیفته؟ گفتم یعنی چی؟ گفت منظورم اینه که سایه‌ای، چیز مشکوکی، کلا اتفاقی برات افتاده؟ یا کسی مثلا جلوت آفتابی شده؟ یا مثلا شده تا حالا یه زن جلوت ظاهر بشه ازت کمک بخواد؟ من نشسته بودم کنارش بهش نگاه میکردم، سعی کردم آب دهنمو قورت بدم. گفتم والا چی بگم؟ همون موقع هم چشم رفت سمت سگه که دیدم همونجا نشسته، سرش آورده بالا و به ما نگاه میکنه، انگار داره به حرفایی که میزنیم گوش میده. گفتم نه والا طوری نشده تا حالا، الحمدلله همه چی خوبه. اگه شما ما رو نفروشی نیام ببرنمون از اینجا خوبه همه چی. ولی علی آقا خیلی جدی باز ادامه داد. یه چیزی بهت میگم، من که قبلا هم بهت گفته بودم. ببین اینجا مشکل داره، یه چیزایی هست. همین اواخر یکی از راننده‌هایی که مسیرش همینجاست از دوستای خودمه، تو همین مسیر با این چیزا روبرو شده. گفتم چیزا؟ گفت همین اسمشو نبر. اونا براش ظاهر شدن، به شکل یه آدم تو جاده دیده بودن. بعد که دیده بودتش مریض حال شد. بعد توضیح داد که این موضوع رو بین راننده ها و تو گروه خودشون بین رفقا مطرح کرده، همه راجبش گفتن. گفت واسه همین الان که اومدم گفتم بهت بگم این بار کامل. این مکانی که این اتفاقات توش افتاده، این جاده جای خوبی نیست مجتبی. بهتره یه ذره بالاتر یه ذره پایینتر از اینجا فاصله بگیری حداقل. همونجوری که دفعه پیش بهت گفتم یه ذره بری دورتر از اینجا وسط این تاریکی و بیابون نمونی. خلاصه ببین منو، اگه همینجوری ادامه بدی و یه اتفاقی ممکنه برات بیفته پسر. من دارم بهت میگم، دارم بهت هشدار میدم. بعدم یه لحنش کتابی شد، گفت وظیفه پیام رسان فقط رساندن پیام است. من فقط بهش خیره شده بودم. گفتم حالا چی کار کنم؟ بهش بگم یه چیز عجیب غریب دیدم؟ ولی نه، اصلا نمیتونستم چیزی اون موقع بهش بگم. یکم دیگه خلاصه باش صحبت کردم، اونم قهوه‌ش رو سر کشید و سوار تریلیش شد و رفت. ولی بعد اینکه رفت من دوباره تنها موندم. نشسته بودم اون سگو جلوی خودم نگاه میکردم. هی نگام به تاریکی بود، تاریکی بیابون. دور و برم رو میپاییدم و یه دقیقه هم نمیتونستم اون وضعیت رو تحمل کنم. سگم نشسته بود جلو من، فقط به من نگاه میکرد. با خودم میگفتم بسه دیگه، باید اینو اینجا دورش کنم، نمیشه که همینجا بمونه. هر بار که میومد من براش غذا میذاشتم، میشست منو نگاه میکرد. اینقدر این وضعیت ادامه پیدا کرده بود که دیگه داشتم یه چیزایی تصور میکردم که به عقل خودم داشتم شک میکردم. بعد دوباره به خودم میگفتم نه بابا چی داری فکر میکنی؟ همینجوری که به خودم کلنجار میرفتم گفتم نه، بهتره نباشه اصلا اینجا. آره کیشش کنم بره بهتره. خلاصه بلند شدم یه سنگ برداشتم. نمیدونستم دقیقا چی کار کنم، ولی گفتم گم شو اینجا و سرش داد زدم. پامو میکوبیدم زمین که اونو فراریش بدم، ولی سگه همینجوری نگاه میکرد. چند بار دیگه سرش داد زدم بلند، لجبازی میکرد، انگار منو داشت به چالش میکشید. آخر دیدم خیلی خیره سرتر از این حرفاست. سنگه رو پرت کردم که کنار صورتش دقیقا رد شد، ولی سگه نه بگی ترسید نه تکون خورد، همونجا موند و همونجوری به من نگاه کرد. بیشتر که نگاش میکردم چشاش جلو چشم بیشتر عجیب میشد. من فکر میکردم که خوابم کم بوده، دارم بد جور میبینم. به نظرم میومد چشاش کامل سیاه شدن، این کاسه چشاش داره برق میزنه، انگار تاریکی میدیدم تو چشش. دیگه شبیه چشای یه سگ معمولی نبود. همون موقع که این یه برقی و تو نگاش افتاد من ترس برم داشت و یکی 2 قدم رفتم عقب. من که دوباره داشتم و حالتهای وحشت زدگی رو تجربه میکردم و عقب میرفتم، جز قرآن خوندن دیدم غلطی نمیتونم بکنم وسط اون بیابون. به نظرم میرسید یه لحظه انگار وایساده دوباره رو 2 تا پای، عین همون تصویره. دستاشم دوباره انگار شکسته و داره منو نگاه میکنه و باز میدیدمش که عین یه سگ سر جاشه. میگفتم خدایا امشب رو به صبح برسونم. هی که عقب رفتم تو اون تاریکی دیگه کم کم دیدم
داره هوا گرگومیش میشه. خیلی حالم بد بود. هوا که گرگومیش شد سریع رفتم داخل ماشین و در رو قفل کردم و همونجا نشسته بودم عین یه بچه 4 ساله. دستامو گرفته بودم دور خودم و تاب میخوردم و همینجوری میترسیدم به خودم. موندم تا اینکه کم کم نور روز دیگه ظاهر شد. هوا هم روشن شدش و باز من جرأت کردم که پاشم و بیام بیرونم ماشین و صندلی‌ها رو جمع کنم. وسایل رو جمع کردم و در رو بستم و راه افتادم سمت خونه. بعد از اون شبی که گذرونده بودم وقتی به خونه رسیدم سرم رو بالش گذاشتم و خواستم بخوابم. فقط چشمو میبستم که خوابم ببره، ولی همون سگ جلوی چشم ظاهر میشد. همون جوری وایستاده بود با سر کج کرده به من نگاه میکرد. هر بار چشمو میبستم دوباره میدیدمش. از ترس از خواب میپریدم. میخواستم فقط 2-3 ساعت استراحت کنم اما نمیشد. هر بار که چشمو میبستم خوابم و سگو میدیدم. گاهی اوقاتم میدیدمش که تو خواب منو خفه میخواد بکنه. گاهی اوقات میدیدم رو 2 پا شده عین همون تصویر و داره به طرفم میاد. اونقدر از خواب پریدم اینجوری که گفتم دیگه بی خیال خوابیدن. کلا بیدار شدم، رفتم نشستم تو حال. مادرم منو دید، متوجه شد حالم عادی نیست. گفت چرا کشتیات غرق شده پسرم؟ گفتم نه چیزی نیست، یه مقدار خستم مامان. نمیخواستم بترسونمش. اصلا چی بود واسه تعریف کردن آخه؟ اون روز مدام نشسته بودم فکر میکردم که خدایا اصلا برم سر کار یا نرم. یعنی جامو عوض کنم، این ورتر یا اون ورتر میرفتم. همون 2 نفری هم که پیشم میومدن شاید گمم میکردن آخه. باید دوباره از 0 شروع میکردم. همین چند روز اخیرشم هیچ چی دهش نکرده بودم. کارم کساد بود، اوضاع مالی خراب بود و بعد جور پول لازم بودم. بعد کلی فکر گفتم جهنم، میرم همونجا. تو راه میگفتم خدایا فقط کاری کن امشب اون سگ پیشم نیاد. دیگه واقعا خسته شده بودم. همون چیزی هم شد که میخواستم. رفتم به همون محلی که همیشه میرفتم. مثل همیشه میز صندلی‌ها رو چیدم و همه چی آماده کردم. یه 2-3 ساعت گذشت. تو اون مدت مردم می اومدن چایی و قهوه و آب و چیز میز می گرفتن. خودم میگفتم الحمدلله اوضاع خوب شده، دوباره مشتریا داره پیداشون میشه. یکی می اومد یکی میرفت. خلاصه مشغول بودم و خوشحال بودم که دوباره کارم داره میگیره. دیگه هم به اون حرفایی که علی آقا بهم زده بود اصلا فکر نمی کردم. رسید به وقت شام همیشگی ما، یعنی همون حدودای ساعت 12 شب. ظرف غذا رو برداشتم داغ کردم. با خودم گفتم امشب سگ پیداش بشه یه جوری میترسونمش دیگه این ورا پیداش نشه. غذا که داغ شد شروع کردم به خوردن و همزمان با گوشیم هم یه داستان صوتی داشتم گوش میدادم. نگاه ساعت کردن دیدم 12:30 شد، سگ نیومد. گفتم خب خوبه. 2-3 ساعت دیگه گذشت. گفتم حتما خودم پرروش کرده بودم این مدت. هر شب غذا و آب میذاشتم جلوش، اونم از خدا خواسته میومده دیگه. عادت کرده بوده. خلاصه یه مدت گذشت. همونجوری که نشسته بودم یه نفر اومد. قهوه میخواست. قهوه رو بهش دادم. بعد که رفتش و مشغول دستمال کشیدن و تمیزکاری بودم، یهو برگشتم برم بشینم، دیدم یکی عین مجسمه وایساده جلوم. یهو پریدم وقتی دیدمش. خیلی آخه آروم اومده بود. نه صدا قدم زدن کسی رو شنیده بودم که نزدیکم شه، نه صدای ماشینی که بخواد بزنه بغل. گفتم این چجوری اومد من نفهمیدم. اطرافم این نگاهی انداختم، دیدم هیچ ماشینی اونجا نیست آخه. نه تریلی، نه کامیونی، نه هیچ سواری. فقط همونجا تاریک و بیابون و جاده بود. ریشه بلندی داشت و یه چهره خیلی خشنی. یه چیزی هم مثل پالتوی بلند تنش بود و موهاشم خیلی نامرتب بود. ولی ظاهر کلی شبیه دزداب و معتادا و کارتون خوابا نبود. مرتب تر از این حرفا بود. یه چایی میخواستم. گفتم بله الان. نگاه میکرد. نه حرکت میکرد نه میشست. هیچ کاری نمیکرد. چایی رو که بهش دادم پشتبندش گفت یه قهوه هم بده. گفتم عجب، کسی رو تا حالا ندیدم قهوه رو چایی بخوره. قهوه رو آماده میکردم میدیدم همون جوری ساکن سر جاش مونده که یهو بهم گفت امروز اوضاع خوبه آقا مجتبی،
هوا هم خوبه، مشتری هم که هست. کارت هم خوب گرفته ماشاءالله. چیزی که من شنیدم فقط یه لحظه تو ذهنم داشتم میگفتم درست فهمیدم. گفت آقا مجتبی. گفتم وایسا ببینم این چجوری اسم منو میدونه. گفت حتما آشنا یا یکی از مشتریای قبلیه من نشناختم، ولی اصلا قیافش واسه آشنا نبود. اون چهره رو من تا حالا ندیده بودم. ادامه داد به حرفاش که من بیشتر شوکه شدم. خیلی سخت آدم واسه این اون کار کنه. هر روز یا سابکار پیدا بشه بخواد اذیتت کنه، یه خطای کوچیک کنی بخواد جریمت کنه و حقوقت کم کنه و کل روزم سر داد بزنه. موقعی که اومده بودی اینجا گفتم حتما خودتو به دردسر داری میندازی، زود قراره از اینجا بری. اما حقیقتش تو آدم خوبی هستی، خونه‌ت آباد، دست و دل بازی. غذایی که این چند روز به ما دادی و از اون آبی که به ما دادی نوشیدیم. بعد یه مدت کنار غذا و شام خودت برای منم غذا می آوردی، برام تو ظرف می ریختی، آب جلو می زشتی. ولی یه کاری کردی که ازش خوشم نیومد. اون سنگی که به طرف من پرت کردی. چرا به من سنگ پرت کردی؟ میخواستی منو از اینجا دور کنی؟ از زمین خدا؟ من که کاری با تو نداشتم. این حرفا رو شنیدم، حس کردم زمین زیر پام داره میلرزه و دیگه چیزی نمونده که من سکته رو بزنم. نزدیک بوده حال برم هر لحظه‌ای که این با هم داره حرف میزنه. فقط فکر کنید من چی داشتم نگاه میکردم اونجا وسط اون بیابون توی شب. باز نگاه کردم وقتی دیدم هیچ ماشینی اونجا نیست و اینم این حرفا رو داره میزنه. خوب گوشی اومد دستم. مردی که تا حالا ندیدیش و اسم تو میدونه، حتی میدونه دیشب و شبای قبلش چی کارو کردی، چقدر پول در آوردی، چقدر مشتری داشتی. به حرفای اون دوستت گوش نکردی؟ مگه نگفته بود باید از اینجا بری؟ حتی اگه به دست منم برات مشکلی پیش نیاد، به دست افراد دیگه اینجا واسط مشکل پیش میاد. کاری میکنن عقلت از سرت بپره، مخصوصا این یه تیکه. اینو بدون بعضی از ما اگه بدونن اینجایی رحم بهت نمی کنن. اگه من طرفت نیومده بودم تا الان دیوونه شده بودی، چون اونا می اومدن سمتت. من کسی بودم که کنارت میشستم و مراقبت بودم تا کسی از اونا بهت آسیبی نرسونن. حالا وسایلتو جمع کن، سوار ماشینت شو، فقط از اینجا برو. به چیزی شک نکن، نه به عقلت شک کن، نه به چیزی که داری میبینی. درسته اینجا یه بیابون خالیه، درست داری میبینی، هیچ ماشینی منو اینجا نیاورده. من از همین بیابونم. قهوه‌شو آماده کرده بودم که بهش بدم و از اون موقع تو دستم بود. دستم انقدر شروع کرد به لرزیدن که هرچی تو لیوان بود ریخ رو دستم و دستمو سوزوند. من بدون اینکه میز صندلی و یه سری از وسایلامو جمع کنم سوار ماشین شدم و فقط رفتم از اونجا. تا وقتی که برسم از آینه ماشین نگاه میکردم مبادا دنبالم بیاد، مبادا بهم چسبیده باشه، یه وقت نشه دیگه ولم نکنه. گفتم یعنی این یکی از همونا بود که علی آقا میگفت، همون از ما بهترونا. در حالی که رانندگی میکردم خدا شاهده که اشک از چشام میریخت، از شدت ترس و چیزی که دیده بودم. هر چند لحظه یه بار چشمو میدوختم به آینه. اصلا نمیدونستم کجا دارم میرم. رفتم تا یه پاسگاه پلیس دیدم، اما اطرافش زدم کنار و از ماشین پیاده شدم. تکیه داده بودم به ماشین و فقط فکر میکردم که چی دیدم. هنوز داشتم میلرزیدم. اصلا دلم نمیخواست برگردم خونه و مادرم منو بخواد با این حال ببینه. دوباره رفتم تو ماشین و سرمو گذاشتم رو فرمون تا صبح شد. من تا چند روز حالم خیلی بد بود که الکی به مادرم گفتم مریضم. چند بارم انقدر حالم بد بود که سرم زدم که حالم فقط یه ذره بهتر بشه. حال جسمیم بد نبود، ولی حال روحیم اصلاً. چند روزی شد که اصلا خونه تکون نخوردم. بعد یه مدت که همون اول پیشنهاد این کار رو اصلا به من داده بود صحبت کردم، یعنی یوسف، اسمش یوسف بود. دیدم نمیتونم اونجا برم، جرأتشو ندارم اصلا که بخوام تنها اونجا برم. گفتم اگرم بخوام برم باید یه سمت دیگه تو همون جاده رو انتخاب کنم، ولی اصلا نمیخواستم نزدیک اونجا باشم.
اون زمان که خونه بودم مادرم هی در میزد، میگفت مجتبی خوبی پسرم؟ چرا دیگه سر کار نمیری؟ چی شده آخه؟ خیلی نگران شده بود. به یوسف یه مدت همه چی رو توضیح دادم و چون اونم بیکار بود گفتم ماشین رو ببر، همه چی رو نصف هرچی در آوردی نصفش واسه خودت. اونم قبول کرد. یه بارش رو فقط باهاش رفتم که هرچی رو که نمیدونست رو بهش بگم و از همه مهمتر این که نره همون جای قبلی که من رفته بودم. اتفاقا اونجا هم سر رامون بود. ازش که گذشتیم یه لحظه وایستادم و دیدیم فاتحه میز صندلی و اون وسایل جامونده اونجا خونده شده. همه رو برده بودن. ولی من نمیتونستم دیگه برم اصلا تو اون جاده بخوام وایسم. حداقل اون سمت. یوسف میرفت. اون مدت من حتی به علی آقا هم شک کرده بودم. میگفتم تو قبل اینکه این با من صحبت کنه اون حرفا رو بزنه چرا همه چی خوب بود؟ نکنه کاری کرده. وقتی آدم تجربه‌ای مثل اینو پشت سر میذاره ذهنش همش سعی میکنه واسه اتفاقات توضیح منطقی و واقعی بخواد پیدا کنه. با اینکه نمیشه توضیح واسه اتفاقات من پیدا کرد. توضیح منطقی منظورمه. بعد یه مدت که گذشت و کمی حالم بهتر شد به یوسف گفتم دیگه بهترم. بیا یه روز در میون کنیم کارو. یکی از اون روزا که نوبت من بود دیدم علی آقا اومد. همون جاده بود دیگه مسیرشم. ماشین رو دیده بود و دوباره وایستاده بود. گفت بابا کجایی تو پسر؟ چند بار دیدم یکی دیگه تو جاده وایستاده. فکر کردم ماشین رو فروختی به اون. کار کاسبی رو دادی به یکی دیگه. خیلی وقت ندیدمت، کجا بودی؟ گفتم گرفتار بودم این مدت و اینکه راستش اونجا دیگه واسم قابل تحمل نبود. علی آقا انگار بو برد یه چیزایی شده. گفت درست بگو ببینم چرا رفتی اونجا؟ بهش گفتم و در ادامه باز بهش گفتم یادت هست بعضی از شبا علی آقا می اومدی اونجا پیش من که داشتم شام میخوردم یه سگ کنارم بود. با تعجب گفت کدوم سگ؟ گفتم که کنارم میشست. گفت من سگی ندیدم اونجا، هر وقت می اومدم خودت بودی. گفتم امکان نداره بابا، یه سگ بزرگ سیاه بود، چجوری ندیدیشونو؟ به من یه نگاه عجیبی کرد و خنده تلخ کرد. گفت سگ؟ گفتم باشه ولش کن بیخیال. شاید واقعا داشتم خیالات میکردم. نمیخواستم بیشتر وارد این بحث بشم و اون موضوع رو کش بدم. ولی همون موقع علی آقا دستشو گذاشت تو شونم گفت مدت ها بود بهت میگفتم تو اون جاده چه خبره، ولی کو گوش شنوا. براش از اون چیزی گفتن که پشت سرم در اومده بود اون شب. به میگفت خدا رو شکر سالم اومدی، فقط رحم کرده خدا بهت. رزق و روزی دست خداست، هر جا بری روزی خودتو پیدا میکنی. جایی که ولی مردم میگن نرو، آقا نرو، هیچ وقت نرو. شاید قبل تو اونجا چیزی دیدن. منم اصلا نمیخواستم بیشتر بهم بگه یا بپرسم چی دیده خودش و بخواد کامل برام توصیف کنه، چون اصلا حرف اون شب که میشد من حالم به هم میریخت و به خاطر همین هیچ وقت پی اون موضوع رو نگرفتم.